سلام خدمت همراهان عزیز ما. امروز میخوام تفاوت‌های کریان ایرانی و خارجی را براتون بگم. سه تا از عمده‌ترین تفاوت‌های کریان ایرانی و خارجی: یک، توی خلوص اکریلیکه که توی کریان‌های خارجی به خاطر بالا بودن خلوص اکریلیک کار شفافتر و ظاهر زیباتری داره. دو، توی ماندگاری و دوام کارمونه و استحکام کار. و سه، توی ترموفرم بودن که تفاوت عمده کارهای ایرانی و خارجی توی بحث کار ترموفرمه، یعنی کارهایی که مدرن ساده اجرا بشه یا کلاسیک اجرا بشه چندان تفاوتی نداره و راحت میتونید از کریان‌های ایرانی استفاده کنید. اما توی کارهایی که ترموفرمه، یعنی حالتهای گرد باید اجرا بشه، ما باید از کریان‌های خارجی بیشتر استفاده کنیم. البته این دوتا توی جزئیات تفاوت‌های دیگه‌ای هم دارن که شما میتونید با شماره‌ای که ما تو بیو گذاشتیم تماس بگیرید و کارشناسان ما بهتون جواب بدن. با دایان همراه باشید.